جنگ احد تمام شد. کسی مثل حمزه سید الشهدا تو این جنگ به شهادت رسید. پیغمبر مجروح شد، امیرالمومنین مجروح شد، تعداد زیادی شهید شدن، خسته و فرسوده و زخمی شده و اینها برگشتن مدینه. شب دشمن در نزدیکی مدینه، دشمنی که حالا نتونسته بود کاری از ضربه زده بود اما نتوانسته بود پیروز بشه بر مسلمین، قریش گفتن امشب حمله کنیم، اینا خستن، کاری ازشون بر نمیاد، مسئله رو تمام کنیم. عواملشون آمدن داخل مدینه، شروع کردن هراس افکنی. آمدن گفتن خبر دارید، اطلاع دارید؟ اینا جمع شدن، لشکر فراهم آوردن، خون پدر شما رو در بیارن، امشب میریزن، چه میکنن؟ هراس افکنی. اینایی که مخاطب این هراس افکنی بودن قالو حسبنا الله و نعم الوکیل. نخیر، ما نمیترسیم، خدا با ماست. پیغمبر فرمود اون کسانی که امروز توی احد زخمی شدن جمع بشن. اونا جمع شدن، گفت برید مقابل اینا. رفتن، اونا رو شکست دادن و برگشتن و هیچ مشکلی هم براشون پیش نیامد، دشمن رو ناکام کردن و برگشتن. این سنته. پس بنابراین اگر چنانچه در مقابل هراس افکنی دشمن شما معتقد شدید که حسبنا الله و نعم الوکیل به معنای واقعی کلمه و به وظایفتون عمل کردید، نتیجه